سلام رفیق. تا حالا شده توی موقعیتی گیر کنی که انگار خشکت زده؟ مثلا داری به یه صفحه سفید نگاه میکنی و میخوای یه ایمیل بنویسی، یا داری به یه اتاق نامرتب نگاه میکنی و میدونی که باید تمیزش کنی ولی خب نمیتونی. میدونی باید چی کار کنی، اما شروع کردنش مثل هل دادن یه سنگ بزرگ به سمت بالای یه تپه است. همه ای ما این حس رو تجربه کردیم و میدونی چیه؟ زبان انگلیسی یه بسته کوچیک و عالی از یه حکمت داره که دقیقاً برای همین حس ساخته شده. یه ضرب المثل که انقدر ساده و انقدر بیرحمانه صادقه که هم میتونه بهت انگیزه بده و هم میتونه باعث بشه با ناامیدی یه آه بکشی. اون ضرب المثل اینه: قدم اول از همه سخت‌تره. بیا بازش کنیم. از ظاهرش که نگاه کنی خیلی ساده است، نه؟ شبیه یه حکمت بزرگ و قدیمی به نظر نمیرسه. بیشتر شبیه یه واقعیت ساده است. قدم اول از همه سخت‌تره. اما چرا؟ چرا برداشتن اولین جوراب کثیف سخت‌تر از تمیز کردن کل اتاق بعد از شروع کاره؟ چرا گفتن اولین سلام توی زبان جدید از داشتن یه گفتگوی کامل با اون زبان توی یه لحظه دیگه وحشتناکتره؟ چون اون قدم اول یه نبرد با یه دشمن قدرتمنده. اینرسی یه کلمه علمی و قلمبه سلمبه است برای یه چیز خیلی ساده. چیزایی که ساکن هستن تمایل دارن ساکن بمونن. مغزت، بدنت، انگیزت، همشون روی کاناپه لم دادن. دلشون نمیخواد تکون بخورن. شروع کردن نیاز به یه جهش بزرگ انرژی داره تا بتونه اون مقاومت اولیه رو بشکنه. این مثل اعصاب خورد کن ترین قانون فیزیک توی دنیاست، اما برای لیست کارهات. اما وقتی که راه بیفتی یه اتفاق جادویی میفته. تکانه یا مومنتوم وارد عمل میشه. چیزهایی که در حال حرکتن تمایل دارن در حال حرکت بمونن. یه جوراب رو برمیداری و یهو میبینی یه فنجون اونجاست که باید بره آشپزخونه. فنجون رو برمیداری و بعد پیشخون رو دستمال میکشی. قبل از اینکه به خودت بیای کل طبقه اول رو تمیز کردی و داری به این فکر میکنی که برای نهار چی بخوری. خود عمل انرژی خودش رو تولید میکنه. قدم دوم راحت تره. قدم سوم از اونم راحت تر. حالا بیا در مورد معنی واقعی، زمینی و خودمونی این ضرب المثل حرف بزنیم. ما فقط برای کارهای بزرگ و سرنوشت ساز از این ضرب المثل استفاده نمی کنیم. برای همه چیز به کارش میبریم. برای یه دانش آموز، وای یه پروژه 20 صفحه‌ای دارم که باید بنویسم. اصلا نمیتونم حتی فایلش رو باز کنم. و دوستش میگه هی، قدم اول از همه سخت‌تره. فقط عنوان و اسم خودت رو بنویس. همین. ببین چه حسی داری؟ و میدونی چیه؟ معمولاً جواب میده. برای کسی که یه مهارت جدید یاد میگیره، میخوام گیتار یاد بگیرم اما انگشتام درد میگیره و آکوردا افتضاح صدا میدن. قدم اول این نیست که یه ستاره راک بشی. قدم اول اینه که امروز فقط 5 دقیقه تمرین کنی. فقط 5 دقیقه. برای درست کردن یه رابطه. قدم اول برای فرستادن یه پیام ساده، یه هی به یادت بودم. ممکنه مثل تلاش برای بلند کردن یه ماشین باشه، اما تقریباً همیشه فقط همین یه قدمه که اینقدر سخته. این جمله کوچیک مثل یه مجوز برای عمل کردنه. مجوز برای اینکه اون مقاومت رو حس کنی. اشکالی نداره که سخته. این ضرب المثل اون تقلا رو به رسمیت میشناسه. نمیگه فقط انجامش بده و غر نزن. میگه میدونم سخته. این یه چیز عادیه. سختیش فقط همینجاست، تو اول کار. از این بخش خاص دردناک عبور کن و بقیهش آسونتر میشه. خب حالا چطور از این حکمت استفاده کنیم؟ بیا کاربردی فکر کنیم. 1. قدم اول رو دوباره تعریف کن. مغزت هیله‌گره. کل کوه رو میبینه و خشکش میزنه. پس تو همونو فریب بده. قدم اول رو انقدر مسخره و کوچیک کن که نگفتن بهش غیر ممکن باشه. هدف خوش اندام شدن. قدم اول فقط
کفشای ورزشیت رو بپوش. حتی لازم نیست ورزش کنی، فقط کفشات رو بپوش. هدف: نوشتن یک کتاب. قدم اول: یه فایل جدید باز کن و یه جمله بنویس. هدف: یادگیری یه زبان. قدم اول: اپلیکیشن رو باز کن و یه درس 3 دقیقه‌ای رو کامل کن. با میکروسکوپی کردن قدم اول، ترس از شکست رو از بین میبری. تو نمیتونی از پوشیدن کفش شکست بخوری، فقط انجامش میدی و همون یه عمل اغلب منجر به قدم بعدی میشه. 2 قانون 5 دقیقه. این قانون بهترین دوست ضرب المثل ماست. به خودت بگو که فقط قرار اون کار وحشتناک رو برای 5 دقیقه انجام بدی. فقط 5 دقیقه. هر کسی میتونه هر کاری رو برای 5 دقیقه انجام بده. قرار نیست کل گاراژ رو تمیز کنی. فقط قراره یه قفسه رو برای 5 دقیقه مرتب کنی. تقریبا همیشه بعد از 5 دقیقه تو در حال حرکت هستی و فقط ادامه میدی. اما اگه بعد از 5 دقیقه متوقف شدی چی؟ اشکال نداره. تو باز هم بر اینرسی پیروز شدی. سخت‌ترین قدم رو برداشتی. 3. تمرکز روی شروع، نه تموم کردن. کل هدفت رو تغییر بده. موفقیت امروزت تموم کردن گزارش نیست. موفقیت امروزت شروع کردن گزارشه. باز کردن فایل و نوشتن سرصفحه رو جشن بگیر. یه کوچولو برقص. تو سخت‌ترین بخش رو انجام دادی. بقیه‌اش فردا راحت‌تر میشه، چون یه ذره تکانه ایجاد کردی. این ضرب المثل قدم اول از همه سخت‌تره. یه قهرمان آرومه، پر زرق و برق نیست. جملات انگیزشی بهت نمیگه. فقط همونجا نشسته و یه حقیقت بنیادی در مورد انسان بودن رو میدونه. روانشناسی تنبلی و ترس ما رو درک میکنه. پس دفعه بعد که خشک شدی و به کاری که نمیخوای انجام بدی خیره شدی، آروم زیر لب به خودت بگو قدم اول از همه سخت‌تره. به کل مسیر فکر نکن. فقط به اون یه فشار کوچیک و اولیه فکر کن. اونو اینقدر کوچیک کن که خنده‌دار باشه. چون در اون سمت، اون قدم اول فوق‌العاده سخت، تکانه وجود داره. پیشرفت وجود داره. یه اتاق تمیزتر، یه پروژه‌ای شروع شده، یه پیام فرستاده شده، یه مهارت یاد گرفته شده. هر چیزی که میخوای در اون سمت، اون یه قدم لجباز و سخت‌تر از همه منتظرته. حالا با اجازهتون منم مدتیه که آب خوردن رو پشت گوش انداختم. قدم اول سخت‌ترینه. برام آرزوی موفقیت کنی.